سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدید به بخش دوم تهرانگردی. این دفعه لوکیشن این ویدیو در واقع از شریعتی بوده تا درکه و کوهنوردیش، ولی ما این بخش مسیر رو نذاشیم و فقط اون بخش کوهنوردی و طبیعت زیباش رو بر شما قرار دادیم. خب من دیگه زیاد حرف نمیزنم تا شما بریم و از این ویدیو لذت ببریم. وایسا وایسا، ما واقعا سوال این بود که چجوری این محصولاتی که ما اون بالا صبونه و اینا میخوریم چجوری اون به اون بالا میرسه، که متاسفانه با دیدن این موجودات بدبخت فهمیدم چجوری میرسه و کلا اون صبونه رو با درد میشه جون کردم. خب بریم حالا اون ادامه شو ببینید. خب دوستان، امیدوارم لذت برده باشین از این تهرانگردی که خارج از تهران بود و زیبایی های کوهستانی داشت. امیدوارم لذت برده باشین و اگه هر حرفی هر حدیثی دارین توی کامنت ها به ما اعلام کنی، ما همه رو میخونیم. خب تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.